اینجا کانال من مهسا استودیو آرته. تو این قسمت میخوام در مورد یک تکنیک خیلی مهم باهاتون صحبت کنم و اون تکنیک لاب‌گذاری یا گلیزینگ هستش. بچه‌ها لاب‌گذاری یعنی چی؟ یعنی اینکه ما روی کارمون یک لایه نازکی از رنگ رو اجرا کنیم. حالا به چه صورت؟ ترکیب رنگمون با روغن بزرک یا ترکیب رنگمون با روغن بزرک به اضافه تربانتین و لیکوئین هست که البته من ترکیب روغن بزرک با رنگم رو کافی میدونم و از همون استفاده میکنم. گلیزینگ یه روش کلاسیکه توی آثار هنرمندایی مثل لئوناردو داوینچی، ورمیر و رامبرانت به چشم میخوره. برای گرمتر کردن کارتون میتونید از ترکیب روغن بزرک با رنگ‌های گرم استفاده کنید مثل زرد، قرمز و نارنجی و برای سردتر کردن کارتون میتونید از ترکیب روغن بزرک با رنگ‌های سرد استفاده کنید مثل آبی و سبز. حالا و یکی از رنگ‌هایی که من خیلی بهتون توصیه میکنم، خودم خیلی استفاده میکنم توی گلیزام، ترکیب روغن بزرک با رنگ بنج سینا یا قرمز قهوه‌ای سوخته است. اگه آماده‌شو دارین توی بازار هست میتونین بخرین، اگه ندارین میتونین از ترکیب رنگ برنت آمبرتون و رنگ کادمیوم ردتون این رنگو بسازین. بچه‌ها گلیزینگ رو یا ما میتونیم لایه به لایه اجرا کنیم یا هم این که میتونیم پایان کارمون به صورت نهایی اجراش کنیم. ممکنه که ما بین کارمون بخوایم که همون حین کار تونالیته هامون رو تغییر بدیم و گلیز کنیم کارمون رو. خب اونجا اجراش میکنیم، باز لایه بعدی رنگ رو میذاریم، باز گلیز انجام میدیم و همینطوری ادامه میدیم تا جایی که به نتیجهمون برسیم. یا یه وقتایی هست که من خودم فقط گلیزینگ نهایی رو انجام میدم. شما میتونید پایان کارتون که تموم شد، اگر احساس نیاز دیدید، اگه دیدید که دلتون میخواد گلیز کنید، در پایان کار این کار رو انجام بدید. همه کار نیازی نداره بچه‌ها. من از کل کارهایی که انجام دادم یه تعداد خیلی کمی رو گلیز کردم. گلیز کردن باعث میشه که به کارتون یک عمق و پختگی اضافه بشه، یه حالت بلوری و شفافیت به کارتون میده و باهاش میتونین تون کلی کارتون رو تغییر بدین. یه وقتایی رنگای شما خامه و میتونین با گلیزینگ رنگاتون رو پخته تر کنین. حتما گلیزینگ رو بعد از خشک شدن کار اجرا کنین، چون که اگه کارتون خیس باشه و روغن بزرک بهش اضافه کنین ممکنه که لایه های کارتون قاطی بشه و رنگاتون چرک و کثیف بشه. بچه‌ها این قسمت رو اگه دوست داشتین لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین، کانال منو سابسکرایب کنید و توی قسمت بعدی قراره که به صورت عملی یک کار با هم دیگه گلیز کنیم و اون کار این کاریه که توی قسمت‌های قبلی کشیدیمش. اگه ندیدین حتما اون ویدیو رو ببینید که توی قسمت بعدی با هم دیگه گلیز کردن روی همین تابلو بهتون آموزش میدم.